هیچ ممکن نیست که ما تاریخ خودمون رو نیست کنیم. دولت تاریخ دارد. زندگی خودم پیشنهاد میکنم و اومدن من به حزب دموکرات هم بسیار اعضای حزب سابقه دارا باورم نداشتن، لیکن من اثبات کردم که من حزب پارلمانی شد. یک ما اعلان کردیم که حزب دموکرات تاجیکستان حزبی اپوزیسیون کنسترکتیوی، یعنی با همه اصحاب کار میکنیم، با همه طبقه های جامعه کار میکنیم، علل خصوص با حکومت، با حزب حکمران. برای چی؟ نفوذ بیشتر دارد. ساختارها اداره دولت در دست حزب حکمران و حکومت است. برای چی با این کار نکنیم؟ لیکن نوابسته از این، از تجربه پارلمانی من میدونید که من تمام نقطه هایی که نوابسته از او شخصیت کی است، منصوب به کی است و خیشتوار کی است، منصوب مثلا یک وزارت یک شخصیت کی است، من بسیار انتقاد سخت میگرفتم و پشتیبانی از مردم و از منفعت های مردم میکردم. چی کارت پلاستیکی بود، چی اینترنت بود، چی درس‌های بانک، قرض ها بود خیلی موضوع های زیادی بود که ما در مقابل جریانی همه حکومت ما کمبودی های زیر ساختار را گفتیم برای اصلاح پیشنهاد کردیم. پس کجای ما همین حکومتی است؟ اما کدای همین ما اگر ما حکومتی باشیم خط معین کشیده شده است که از همون خط سرخ گذشته نمیتونه، تو همون خط میتونه تنقید بله. خط سرخ کدوم است که وقتی که من استعفای یک وزیر پیشنهاد میکنم، وقتی که من مثلا یک ساختار پررنگ زیر تنقید میگیرم که همین کاری همین مثلا وزیر ضد ارزش‌های دموکراتی، ضد حکومت است، ضد حتی مثلا سیاست پرزیدنت است، ضد منفعت‌های ملی است. خب اینا که شد روشن گفتنم کار آسان نیست، هر کس هم نمیگوید اینا. لیکن ما این مثلا شما خودتون هم شاهد هستید. من فکر میکنم که در همین 7 سال اخیر دیدید که موضوع گوناگون بود. حتی در بعضی سایت‌ها شخصی که مقابل مثلا روش آب میرود گفته مثلا مقاله مینویسند، لیکن با در نظر بگیرید که شخصا به من زیاده از 4000 عریضه وارد شده است. زیاده از 4000 عریضه که همه عریضه ها رو ما بررسی کردیم. کم عریضه ایمان که قناعت بخش نشد، تا حد اون که مثلا پرکرو یا ناحیه را از کار گرفتن در اساس عریضه شهروندان. عذر زیاد که بله جریان است دیگه. پاسخ ما گرفتم، اما وقت ما عذر کمی محدود است. 2 سوال خیلی کوتاه دیگه داشتم. ما این سوال را از همه نامزدها میپرسیم، از شما میخواستم بپرسم اگر در دیبات یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان روبرو شوید، با او چی سوال میدهید؟ اگر چون شرایط فراهم شد که همه نامزدها در دیبات اشتراک کرده. البته سوال همین است که نوابسته از اون که کدوم حزب حکمران یا که دیگر حزب وقتی که به سر قدرت می آید برای اصحاب سیاسی دیگر برای در عمل نشان دادن موقع و برنامه و آیین‌نامه‌اش چه امکان می دهد. یعنی در دولت داری مثلا در حکومت اجرایی اونا را راه میتیند یا نمیتیند، یا کمی خیلی رنگی بچه اوگای میموند. منظورتون دادن تقسیم حکومت با همه حزب‌های سیاسی در یک سطحی باید که تقسیم باید باشد. همین سوال را میپرسید. همه حزب‌های سیاسی باید در اداره دولت اشتراک کنند. برنامه خودشون رو کی هستند، چی امکان دارند، چی نامزدا دارند، باید با مردم، با حکومت، با جامعه نشون بدهند، حصه‌گذار باشند، همچون یک بیسپلاتنی کامنتاتور نباشند. از این مثلا برنامه چی بگیم روزنامه با یک روزنامه دیگر نه، در عمل ما چی کرده میتونیم؟ حزب‌های دیگر متخصص زیاد دارن، ما بسیار کارها را کرده میتونیم. ما از بعضی متخصصی که امروز در سوال کار میکنن بهتر خوبتر متخصص. هم سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شاکر جان حکیموف سیاستشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب محترم سید جعفر عثمانزاده، گذشتن حاکمیت از پدر به پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چی است؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا. سر اول درود بر شما و با استاد شاکر جان حکیموف و بینندگان عزیز. ببینید، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد، مثلا حزب‌های سیاسی، تشکیلات‌های و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون معین میکند حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یگان مثلا از طرف
حزب خلقی دموکراتی از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت یگان اقدام یگان اعلان نیست که برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امامعلی پیشنهاد کرده می شود. ولی قانونگذاری هم یگان محدودیت هم نیست که اگر که رستم امامعلی رو حزب خلقی دموکراتی پیشنهاد کنند. برای همین باید در نظر بگیریم که چون قانونگذاری مخالف نیست و البته مردم حق دارند که هر چی را مشاهده کنند، پیشگویی کنند، تحلیل کنند، ولی مطابق قانونهای جاری جمهوری تاجیکستان یگان مثلا محدودیت نیست و اگر گپ در سر شخصیت برود البته این سوال دیگر است که میتوانیم در این باره بحث کنیم. ببینید اگر شما میگید که یعنی قانون هیچ ممانعت نکردن و حالا میخواستم از شاکر جان حکیموف بپرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولتسازی چی است؟ عین سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟ باید تاکید نمود که شکل اداره دولت تاجیکستان جمهوری است، نه منارخی مطلق و نه منارخی محدود. و یکی از استراتژی‌های دولتداری که طرز اصول جمهوری را اعتراف نموده است با در نظر داشت رأی و اراده مردم طریق انتخابات و در زمان مقرر نموده برگزار نمودن انتخابات ها می باشد. انتخابات ها همزمان باید مطابق با سنت‌های حقوق بین المللی باشد، عادلانه و جایگیرشوی نیروهای سیاسی را در کشور افاده کند و افکار جمعیتی را نیست. اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری باعث تأسف است که بعضی کشورهای پساشوروی و دیگر دولت‌هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان اتوریتری، توتالیتری یا خودکامه می باشند، با استفاده از اصولهای غیر مشروع با پیوندان و فرزندانشان یا با آنهایی که رابطه کروپسیونی دارند شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پرزیدنتی به وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود می‌کنند که پیامدهای منفی نیز داشته است. شاکر جان تشکر. ولی همچون قانونشناس شما آیا قانونهای تاجیکستان به این سناریو اجازه میدن که اینو آن درباره میراث وارثی امام علی رحمان بحث میکنن؟ وقتی که سخن درباره قانون میرود از لحاظ نظریه حقوق قانونهای حقوقی و غیر حقوقی هست، اما با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم چون پارلمان بیشتر یا اکثریت مطلقش با نمایندگی از یک حزب طریق موافقه با مقامات قدرتی و حفظ حقوق انتخاب میشد، افاده کننده و ایدیکاس کننده اراده سیاسی نفره می باشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتاً با کانستیتوسیونالیسم و پارلمانتریسم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود میکند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تاثیر منفی میرسانند، زیرا که در ذهن مردم و خاطره تاریخی مردم چنین یک اندیشه تشکل می‌یابد که بدون داشتن رابطه اولادی یا مناسبت های کروپسیونی با دایره هایی که تصمیم گیری در حل تقدیر دولتداری و روندهای اجتماعی و سیاسی تاثیر مؤثر دارند و وابستگی دارند و از این خاطر چنین نظام ها نامکمل بوده چون قاعده عادتا در اینجا کروپسیا و طرز اصول فئودالی یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است و جلب سرمایه خارجی را نیز خلل‌دار می‌کند.